سلام بچه‌ها، چطورین؟ چه خبر؟ امروز میخوام براتون از صفت‌های ملکی توی زبان انگلیسی و اسم مالکیت توی زبان انگلیسی بگم. ولی قبل اینکه شروع کنیم میخوام بهتون بگم که اگر دوست دارید با هم دیگه کلاس داشته باشیم، انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته یا ترکی استانبولی از مبتدی تا پیشرفته، میتونید توی تلگرام به این آیدی بهم پیام بدید. حالا بریم سراغ درسمون. صفت ملکی جزو چیزاییه که همون اول هر کتاب درسی بهمون میگه، چون خیلی مهمه، از همون اول لازمش داریم. حالا من براتون اول صفات ملکی رو میگم، بعدم میریم سراغ اسم. مبحث خیلی آسونیه، سخت نیستش، یکم تمرین میخواد. خب ما ضمایر فاعلیمون که همون اول جمله میان و در واقع کننده کارن، I, you, he, she, it, we, they هستن. خب اینا همیشه اول جمله میان. صفت‌های ملکی هم بر ترتیب اینه، یعنی همین میشه مال من، مال تو، مال شما، مال او، مال آنها، این شکلیه. پس به این ترتیب من براتون صفت‌های ملکی رو میگم. برای I مال من میشه my. برای تو میشه your، مال تو your. برای مال اوی مذکر میشه his. برای مؤنث her. اگرم بیجام باشه مثل حیوانات یا حیوان اینها باشه میگیم its ولی بدون آپاستروف. its. مال ما our. مال شما again دوباره your. مال آنها their. و نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که صفت‌های ملکی همیشه قبل اسمن و به یک اسم نیاز دارن. ما هیچ موقع نمیتونیم صفت ملکی رو بدون اسم بیاریم. اگر بعدش اسم نذارید غلطه. خب مثلا my book, your sister, his work, her mother, its door. مثلا درش. Its door is broken. مثلا درش خراب شده. Its door is broken. Our class, your friend, their parents. پس همیشه ما صفت ملکی رو داریم و بعدش یک اسم میاد. اینها همیشه با هم میان. امکان نداره بدونش بیاد. اگر بدونش بیاد یه حالت دیگه ای میگیره، کلا حالتش عوض میشه. دیگه صفت ملکی حساب نمیشه. پس اینا همیشه با هم دیگه میان. اینو فراموش نکنیم. حالا بریم سراغ اسم مالکیت که خیلی مهمه. اسم مالکیت 3 حالت داره. همون آپاستروف اس هستش و به اسامی میچسبه. حالا این اسامیمون 3 مدلن. یکی اسمهای خاصن، مثلا آیدا، زهرا، علی، فاطمه. یه اسمهای این شکلی. مثلا اگه بخوام بگم اتاق آیدا، میگم Aida's room. دوباره میبینید این اسم اول اومده، اون که مالکیت داره، و بعدش اسم دیگه اومده، اسمی که داریم میگیم متعلق به منه. So sorry. Aida's room, Zahra's parents, Fatima's school. پس یکی اسامی خاص این شکلیه. خب دومی اسامی هن که در واقع جنس کلمه اسم هستش، noun، مثل teacher, student, what else, mother, father, brother, sister. یک اسمهای این شکلی هن. این جنس کلمه صفت نیست، اسمه. در این حالت هم میگم teacher's book, student's bag, mother's phone, father's wallet. و آخرین مورد اسامی جمع هستن، مثل students, parents. خب وقتی این اتفاق میفته ما در واقع 2 اسم باید به هم بخورن. یکی اسم جمعه، یکی هم اسم مالکیته. خب این اسم اگر بیاد هم ما نمیتونیم بخونیمش. توی اسپیکینگ خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی توی رایتینگ باید دقت بکنید که اگر مالکیت رو به یک اسم جمع که اس داره
نسبت میدیم ما اس مالکیت رو حذف میکنیم و فقط آپاستروفش میمونه. اون خیلی مهمه توی رایتینگ، نباید این رو فراموش کنید. مثلا میگم students papers teachers book ولی teachers جمع هستش. teachers book students papers so yeah it's like this. یکم میتونه براتون چالش برانگیز باشه این جمع ها، ولی خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میکنید. فقط سعی کنید جمله سازی بکنید. میتونید زیر این پست هم کامنت بذارید، جمله بسازید، من حتما براتون چکش میکنم. اوکی؟